ماه سپتامبر سال روان در موضع سبزار ناحیه رشتقلعه بنیاد نیروگاه برقی آبی در دریای شاهدره با توانایی 11 مگاوات آغاز یافت. ارزش خرجنامه‌ای لایحه 50 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده از طرف بانک عمومی جهانی و دیگر شریکان رشد پرداخت می‌گردد. لایحه نیروگاه برق آبی سبزار در ناحیه رشتقلعه در موضع سبزار جاگیر است. قرار است که نیروی برق آبی سبزار با اقتدار 11 مگاوات به مورد بهره برداری قرار گیرد. موافق نقشه های حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد نیروی برق آبی سبزار باید در اول ولایت مختار با جلب کارگران محلی در موافقه با جمعیت دارای مسئولیتش محدود مدد و گروه گئولوگ‌ها کارهای ساختمانی آغاز یافتند. عین حال گروه گئولوگ‌ها در موضع حفظ تنظیم آب و سربند به کارهای جستجویی گئولوژی مشغول هستند. وظیفه اساسی آنها تشخیص نمودن شکل و صفت جنس‌های سنگ و خاک و معین نمودن استواری سربند میباشد. در هر دو ساحل دریای شاهدره کارهای جستجویی ادامه یافته در روزهای نزدیک انجام می‌یابد. در موضع جایگزینی دستگاه‌های استحصال برق باشد، کارهای زمینی با جلب تکنیکای پراقتدار پیشرفته ایستادند. علاقه یک قسم زمین از سنگ و خاک تازه گردیده، کشاندن آنها به موضع کارکرد جنس‌های کوهی و استحصال شغل جریان دارد. завод استحصال شغل 3 سال قبل بنیاد گردیده علاقه حجم معینی محصولات را برای اجرای کارهای بتونی استحصال نموده است. نزدیک 10 نفر کارگران محلی در اینجا صاحب جای کار گشتند. عموما با تشکیل نمودن فرانت کاری در همه سمت‌ها تا 200 نفر صاحب جایهای کاری می‌گردند. حسابات‌های تکنیکی برای نیروگاه برق آبی 12 متر کوبی آب کافی است و آب دریای شاهدره در زمستان برای گرداندن همه دستگاه‌های نیروگاه برق آبی سبزار کافی است. انتخاب مکان بنیاد نیروگاه برقی آبی در دریای شاهدره تصادفی نبوده، به حجم آب این دریا وابسته است. تفریح فاخر یوسف بیکوف قید نمود حجم روش آب 12 متر مکعب در یک ثانیه را تشکیل داده برای استحصال 11 مگاوات نیروی برق بسنده می باشد. یک وقت وصل کنی ستون‌های کلان برای در آینده انتقال دادن برق به شبکه یگانه برق تقسیم کنی ولایت پیشرفته ایستاده است. با استفاده دادن نیروگاه برقی آبی سبزار امکانیت پیدا می گردد که تمام حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان با نیروی برق خوش صفت تامین گردد.